که از اسمای خاص الله رحمان هست. مثل که الله یک اسم خاص است برای الله، رحمان هم یک اسم خاص است. قرآن هر دی از اینها را به عنوان اسمای خاص معرفی میکنه. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، چی الله بگن چی رحمان بگن، یا ما تدعو فله الاسماء الحسنى. و اما صفت الرحیم بیشتر به عنوان یک صفت که بستگی با افعال الله تبارک و تعالی داره ذکر میشه غالبا. این یک نکتهش است. و موضوع دیگه است که کلمه الرحمن از جمله اسمای خاص وقتی شد، اطلاق از او به غیر الله جایز نیست. یعنی گفتن الرحمن به غیر الله ناجایز است، چون از اسمای خاص الله است. مثل که الله گفتن ناجایز است. و این که در جامعه ما شما یگان تا رحمان میگنید غلط است. نام یک نفر عبدالرحمن است، مردم رو رحمان میگن، شرعاً درست نیست، باید عبدالرحمن بگن. یا برای یگان تا که القاب میتن مثل رحمان بابا، این درست نیست. کلمه الرحمن بیشتر از برش پیشوند عبد را بتن. و بله، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه محبوب ترین اسما در نزد الله تبارک و تعالی عبدالله و عبدالرحمن هست، چون در اونها عبودیت الله وجود داره. اما ای که مردم عبدالرحمن میمانند باز به خاطر تنبلی رحمان میگن، این درست نیست، شرعاً درست نیست. افغانا دیت موارد یگان کار عجیبه میگن، نام یک نفر محمد بونی و محمد میگن یا چیزهای دیگه، همین طور این مناسب نیست.